افروکه 1048 پارچه زوی لدهوکه هاتنه دابش کرن لسر زندانیین سیاسی و مالباتین انفال کریان او زوین هنه دکونا فیدیه کمترنینه جه 200 متران او قوناغایی که بو افروکه لقزد هوکه دست بکری پروسه دی بچرانگی بیت قوناغین دا هاتی جبلی و او زوین دیین که هاتینه دابش کرن که کشه آوان زده 13 سالان هبو بو چیزی تر کشه آوان ندهاتا چاره سر کرن بگشتی لسروه مجاره جه دیار بحری رو بری گشتی شاردارین دهو که دپرسم هجای دیار تو بخیراتی کردستان 24 پروسه دا باش کرن آزاویان افروکه لدهو که بچه رنگی بو زور سپاس با هر وکی هوا ماشه پیکری افروکه قوناغ دوی السنور پارزگاه دو که دست پیکر قوناغایی که بالقصد دو که 1048 پارچین عردی هاد ندا بشکرین سرزندانی سیاسی بشه و که شفاف و برچاوین کامیرا و راگاندنه آماده بونا پارزگار دو که و دواکاری گشتی و همی لاینی توی دین پیواندی دار که شیوه تیرا پش که هاد ندا بشکرین شیوه که گلک باش پره بچون او پارچه زویندی که زده تری 2000 بون پارزگار دهو که بحث جکر که کشه آوان هاتیه چاره سر کرنو رادستی خدانین وان دهنه کرن اف کشه هشتا سال 2011 بود چه کشه بود چه هاتیه چاره سر کرن کنگی اف پارچه زوی لسر خدانین وان دهنه دابش کرن جی دهنه رادست کرن او بابت بحث هاتیه کرن او بابت مرینا بکل سال 2010 و 2011 1365 پارچن عردی سر فرمانبر و پیشمرگه هاد بو ندابش کرن لیلوی دمی دیار بابت یا صاحب 2 ماهی نهاد بون او ارتار بو ندابش کرن بری کو پروسس های اتفاقی 2 ماهی بیت و کشید خدانیت ملکی سر هبوین او چارا سر نبوین بوی بابتی لشنک هاد بو پیکینان دیف راست باردن سروک حکمت رزار مسرور بارزانی و لشنهات پیکینان پشتی دراست و بابتی کری و دیار کنده و گرفتن کود کفنه بر ریگا تمام بونا بابت کشاندناوی عردی پراپورت وی لشنک و سرپرستی برای ساسانعانی وزیر شهروانی او کنوس هات امضا کردن هات بررسی کردن با انجمنی وزیران سپاسی بر زمانی سرمی و پیشنهاد هات کردن و وگر یا بابوما همی لعنت پیوندی در کار سر کریه و لجنه اطفای کار سر کریه الهفته عبوری کار 2 ماهی هات بو او راپورت آنکو کنوس هات بو پسند کرش لای پارزگار دو که به پشتینگه ما دست بر وزارت شهروانی لای وزیر شهروانی و هات پسند کردن نو که مصرف راندی بر ببری گشتیا چاندنه قناق را گهاندنه دمی چه اعتراض او سرنبنا و دمی را گهاند خلاص بیت او بابت دی 2 ماهی هتو بیدمی در تیل سرناو شهروانی امجید شین وی عردی طابقین سرناو و فرمانبر و پیشمرگی کو اوید وقتی خدا ریکاتی رو پیشکار گرفتید هجای دیار به فرمان سرک وزیران لهمی کردستان دابش کرنا پارچه زویان لسر فرمانبران دست بکریه دهو که جیافروکه یک جوان جهابو بگشتی لسنور پارزگاه دهو که چند پارچه زوی هاتنه ترخان کرن به فرمانبران بهنه دان به فرمان سرک وزیران جار پتری 49 نقشه ما بو 49,000 پارچه نردی آماده کرینه و کار ما برده ها مجی کوی عددی هم زیادتر لیکن چون که هم چاورت که این عدد زیادتر بید شما را فرمان برا اوید کو فرما دا گرتین گشتین اما لی شما را وان پیشمرگه و اشتباه ما نگشتین اما کار ما کاری که جدی سرتی تکرن و کاری که برده ها ما و همانگی که باش گره و برید پیماندی دار هیا گله چارا زیده بو ساعتین زیده کارت داد کن بو هندی کو اف پروسیسازی پرواب چید و گلک باش پرواب چید چنه اوره کاریت یاسایی نبین کو بو نمونه گلک چارا وقتی گورینا را گزیتی تکرین ماستر پلانت تکرین گورا یاسایی تو را گهاندنی بود که ما 6 روز هنده چار نقشین کردی وقتی تو گوران کاریت داد که پیوستی ماده که یعنی بسه روز هل گورای یاسایی نوکه او
اف پارچه 2300 تا آماشه پیکرین او همی ریکار خلاص ببینه هاتین سر ناوی باشروانیان و سند به ما دابش کرینه و خلکی به چید تومار کرد قناغا به چی هر هفته شماره که پارچه نردی کار سرته تخلاص کرد با قناغا سیه ما نیت حدود 4000 حتی 5000 پارچه نردی آماده بکن که زور به زور روانه و بنده و فرمانبر اوید برینو که سیاتر 25 خال و 15 خال هن و رزامندی سراتی کردن و پیشمرگر رچکا زورتی دانه دینه دا باش کرد که وقتا و پروسس که بردوام او کار سریت کردن و دی بردوام حتی همی اف کسید که ما فهم پارچت که ورگرن با فرمانبر نی اوید که رزامندی ها چنان به سروک حکمتی هاتی کار سرواجی هاتی کردن شلای که با فرمت دا گرتین شلای فرمانگیت خوب و فرقین وزارت خوب او فرم همینی که دل وزارت شهروانی کن بن و تدقیق سر تتا کردن دمیل تدقیق ویر خلاص با فرم ده نفرای کردن بو ریوبرین ما بری همش ده تدقیق سر سودمان بون آن ورگرین دیدی سپارچ نردی سرواجی دا باشه باشه هجا دیار بحری اول دو قناغ هوا بلای کردن قناغ دی تو بجی هر هفتی دی کار سرکین لگوری اف هجمارا فرمان برانیال بردسته هوا هین بجن هشتا پیش مرگه نگهشتینه هین چاورد کن پروسه حتی کنگی بکشید از بارتیم در خلال 6-7 هی بدیده ده ریشه که هر زور ده پارچه خوین عادی ورگرن چون که هم پیش بینید که کار همی 2 ماهی بید او کشاندنه او خلاص ببن او خلکه که خدا نتعرضی موافق خوار بگیرن وقتی عرضه هست سر ناوه ما هم دیشه این دا بشه بدید بیر بتنی رون کرنه کردم گله چهارم جماره که عادی که بیت برچوه ما بس بخمت هنده که داد پروریه که بیت مد جماره که عادی چون که هنده جه دبینی جهد گلک باشن هنده کمتر باشن مد جماره که پارچن عادی زور پیک بکن عادت که زور که فرمانی تو 1 سال در کتینه گوره رزبر و مندیا دمی و بکنه تیرو پیش دانه و عدالت که بیتو و دبیتا چنده گله بکن کابوشی ویری چای که باشه ویری چای که خرابه مدوید او جهد باشی اوید که ما کار سر کری رنگ وقتا که درشته بکید جهد دی اوید که ما کارت داخلاص کری رنگ جای دیار افروکه هوا الفهیدیه پارچه زویدان خلکی هوا چه جهد دست نشان کری نتا بحثاز دتری چل جهات کر کیوانه آیا هر نافچه که یا جی منطقه که کوهین زویا دابشت کن مرجع هجمارا وان چاوابی جبر راکشان خدمت گزاریان بزیترین دم چاره هم ساکن او دات های بردسته مای نسبت او شمارید بری که کراسامندی ای کالکیش با جروانی هنه رنگلوی با جروانی نبدم ساکن با جروانی که نزدیکترین با جروانی بوده سوارت فرمانبر او بریارا کو او فرمانبر نیورگرن فرمانبر هر وکی ناگهدار سنور همی قضا و ناحیه و شهروانی هنه مل سراست همی شهروانی هولدای عردی پیدا کن تنه اندک شهروانی نبن که اوید و منطقه کو کیشه سرن هم نشین وی وقتی هم دی تحویل کنه نزدیکترین با شهروانیت کو شیان دا بیتعرض بو بهتا آماده کردن بو بهتا دابین کرد که واتا ما پتری 25 با شهروانیا ما کار سر کریه ما کو عرض نشته بونه آماده کن بو هنده هم دابش کن سرفرما برای چون کل گوره اجا دیار مثلا الوری بونمونه الاداره سربخویا زاخو تدید سرپرشتیار اداره گوتی پیشی خلق بچن وان جهن مداینه او جهن مزوی سر خلکی دابش کری ام دی خدمت گزاریا گهینینه هوا چه بریار هیا لسر و مجاره دی کنگی خدمت گزاریان گهین نوان جهن هین زویا لدن خلکی چاره اول بریاره که هرما کردستانی سراس پارزگاه که آن اداره که نایت کردن و بریاره حکمت هرما کردستانه همی عرض تدابش کردن سر فرمان برا و همی عرضی به تدابش کردن دی بچه باین ترخان کردن و دی خدمت گزاری گهنه پخمت هنده او فرمان بر مفاشی ورگیری و شید خانی آواب کرد او منطقه گله جاره بصحبت نکردن بونمونه او منطقه نوکه و الدهو که برفره بوی او جهد گلک باش بوی او منطقه کیاروت ویده میشه وقتی دابش کردین خدمات اولی نبون پشتین که حکمت هرما کردستان خدمات بو برنو و خلشیا بخو آواب کرد و افروکه بوی منطقه که آودان
فهمان پرنسیب سر همی جهه دیتا پیرو کردن و عادت کو عدلی تیتا داواش کردن. بله. جای دیار بحری ریوبری گشتی شاردارین دهوکی گلکس باز بوده بخیر هاتی.